چقدر میتواند بی‌رحم و غم انگیز باشد. قانون بقا، زندگی برای زیستن. اینجا دو مادر در حال تلاش برای زندگی هستند، یکی برای زنده ماندن و یکی برای کشتن. پلنگ کوهی و بز کوهی هر دو سلاطین صحرا هستند. پلنگ با پنجه‌های پهن و دمی که باعث تعادل میشه و همچنین کل کوهی. آنچه این ویدیو را برای من خیلی دردناک کرد در بین تمام ویدیوها و کلیپ‌های حیات وحش این بود که مادر خودش را فدا کرد برای فرزندانش. طعمه پلنگ شد. خدا در مقابل پلنگ قرار داد تا اینکه خود کشته شود اما فرزندانش در دنیا باقی بمانند. نشون داد به تمام مردم، تمام حیوانات و تمام موجودات مادر است. فرق درون آن نیست. چه حیوان باشد چه انسان از خود برای فرزند می‌کشد.